سلام. امروز اومدیم با یه چالش جدید. چالش ترتیب میکاپ شانسی. بریم شروع کنیم. ما امیدوارم فقط ترتیب خوبی در بیاد. شما هم دعا کنید. آیتم اول خط لب الان بدون هیچی چه بشه؟ آیتم دوم کانتور. چی بزنم اینو؟ آیتم سوم خط چشم. خط چشمم که دیگه بهتر از این نمیشه. ایشالا با کانسیلر درش میاد. آیتم بعدی یه چیز خوب باشه دیگه، خداییش حسابم خوب. سکوت میکنم. خواهم این خط چشه رو فیکس کنم. کانتوری که کردیم رو فیکس کنیم. خوبه. جای خوبیه. ژل ابرو. نمیدونم چرا خم شده بودم. خوبه. روی کانتور و پودر فیکس من الان پرامر بزنم. پرامر. قشنگ. ابروهام خراب شد. دسته نداره. خوشبین باشیم. آیتم بعدی. بچه‌ها احتمالاً توی یه دونه ویدیو جا نمیشه. من توی 2 تا پارت اینو آپلود میکنم.